اخیراً در رسانه‌های اجتماعی نواری پنهان گردید که در پس منظر آن زن لاتوکو فرزندش را با شکایت و حالت ناگوار به نمایش گذاشته است و این نوار واکنش‌های زیادی را به بار آورد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 28 فوریه سال 2024 خبر داد که در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های مخصوص از جانب کارمندان وزارت کارهای داخله وابسته به این حالت شهروند شریفوف محمد سال تولدش 2004 ساکن شهر دوشنبه ناحیه سینا کوچه ارباب خاتون معین و بازداشت کرده شد. خود محمد شریفوف و دیگر اعضای عائله آنها برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی میلیسا گفت ضمن سنجش معین کرده شد که با سبب جای داشتن مناقشه عائلوی در طول یک سال اخیر در این عائله روز 26 فوریه سال 2024 تخمینا ساعت 18:00 دقیقه شهروند شریفوف هنگام به عمل آمدن مناقشه نوبتی با اپش سیاحت سال تولدش 1994 در سر قهر و غضب فرزند نابالغ او رحمانوف سال تولدش 2010 را مورد لاتوکوب قرار داده است که در نتیجه نابالغ رحمانوف جراحات جسمانی برداشته است. تفسیرات دیگر ماجرای عائلوی و نظر طرفها دسترس نیست. نشر ثبت ویدیوی این ماجرای عائلوی را به دلیل در آنجا وجود داشتن صحنه‌های خشونت آمیز سالانه دانستیم، اما در یک عکس نشر کرده وزارت کارهای داخله یک پسرچه خردسال با دست و روی خونشار دیده می شود. وزارت کارهای داخله گفت سنجش از روی حالت مذکور ادامه دارد.